چه چیزی مهمترین عامل موفقیت و شکسته؟ و اینکه موفق بمونی و موفق‌تر بشی. اون چیز باورهای درونی توئه، ذهنیت توئه، نگرش و افکارت رو پس زیر سوال ببر. همه ما یه قسمت تاریک توی زندگی نامه خودمون داریم. آیا تو فقر و مشکل بزرگ شدی؟ تو روستا بزرگ شدی؟ تو شهر بزرگ شدی؟ پدر مادرت واسط وقت نذاشتن؟ پدر مادرت تو رو مدام کتک می‌زدن؟ برادرت رو به تو ترجیح میدادن؟ مهاجری، قدت کوتاه، قدت بلنده، سنت زیاده، سنت کمه، خانومی، آقایی، فقیری، به تجاوز شده، نمیدونم مشکلت چیه. اما افرادی هستن که میگن من باید موفق بشم برای اینکه من روی ویلچر میشینم. من موفق میشم برای اینکه پدرم منو تو بچگی خیلی کتک میزده. من موفق میشم برای اینکه در فقر بزرگ شدم. الان میخوام یه زندگی خوب برای خودم و خانواده‌ام ارائه بدم. افرادی که به موفقیت رسیدن و میرسن، افرادی هستند که توی زندگیشون مشکلات زیادی داشتن، با بدبختی‌های بزرگ زندگی کردن، رنج‌های زیادی تو زندگیشون کشیدن. اما برخی دیگه هم هستن که موفق نمیشن برای اینکه این موضوعات رو به عنوان بهانه استفاده میکنن. این داستان‌های مزخرف چی واسه خود درست کردی؟ برای اینکه این اتفاقا برای من افتاده، من اینطوری شدم. اخلاقم اینطوری شده. سریع عصبی میشم. تو خود رو نمیتونی تغییر بدی، فقط و فقط در صورتی که مرده باشی. در صورتی که فقط مرده باشی نمیتونی خودتو تغییر بدی. چه بهانه دیگه‌ای داری که هنوز خودتو قانع کنی که نمیشه؟ چه بهانه دیگه‌ای داری که اهدافت رو ننویسی؟ همین الان بلند شو، اهدافت رو بنویس. راهایی که میتونی به این هدف برسی رو در نظر بگیر. سپس بلافاصله اقدام کن. چه بهانه‌ای داری که انجامش ندی؟ نه فقط تو، بلکه ذهنیت توئه که تو رو کنترل میکنه. بازار، اقتصاد، مکانی که زندگی میکنی، افرادی که دور و برت هستن، مشکل اصلی تو نیستن. مشکل اصلی تو افکار منفی تو هم. این که موفق میشی یا نه فقط و فقط به باورها و اعتقادات تو بستگی داره. اعتقاداتت رو میشه تغییر بدی. اعتقاداتت معمولا توسط پدر و مادر، خواهر برادر، معلم‌ها، رسانه‌ها، تلویزیون، روزنامه‌ها و هر چیز دیگه‌ای که ما رو تحت تاثیر قرار میدن شکل گرفتن. در موردش فکر کن. از خودت بپرس زندگی که الان داری خوبه، عالیه یا اینکه خیلی بهتر از اینم میتونه باشه؟ اگه انتظار زیادی از زندگی داری پس باید بیشتر و سخت‌تر کار کنی، تلاش کنی. از آخر جوابای بیشتری هم میگیری. در نهایت دو نوع انسان وجود داره. یکی که داخل حبابش کمی هوا وارد میکنه و از فضای امن و راحتش خارج میشه و با مشکلات و سختی‌ها میجنگه و حلش میکنه. یکی هم هست که هنوز بهانه تراشی میکنه و دنبال نشدنا میگرده، دنبال بهانه میگرده که نه نمیشه، دنبال بهانه میگرده که بقیه رو قانع کنه که نمیشه. تو مردی. تو اگه دنبال قانع کردن بقیه هستی تو مردی. یک سوال دارم، تو کدوم میشی؟